Cela fait 5 ans que des milliers de personnes protégées sont constamment sous la pression, les tueries et les tortures psychologiques. À ce jour, 56 personnes, mesdames et messieurs, 56 personnes ont perdu la vie, 1300 ont été blessées. Les organisations internationales qui siègent à Genève, y compris le Haut Commissariat aux réfugiés, le Haut Commissaire pour les droits de l'homme, le CICR, ont pour devoir d'agir dans ce sens et dans un premier geste de faire revenir les habitants actuels de Liberty vers le lieu de résidence à Ashraf. Leur sécurité sera mieux assurée où ils ont vécu 26 ans et ont été forcés de l'abandonner. Les protections assurées par le droit international humanitaire doivent être assurées à leur égard. Les nations s'y sont engagées. Il faut qu'elles reconnaissent le statut de ces personnes comme des réfugiés et des personnes protégées par la 4e Convention de Genève. Garder le silence face à une telle situation, sous n'importe quel prétexte, encourage dans la pratique le gouvernement irakien et le régime fasciste iranien à poursuivre la politique de répression et de massacre de ses habitants. Ce silence doit cesser immédiatement et se transformer en une intervention active, comme les conventions obligent les États qui les ont signées. Au cours des derniers mois, nous avons eu un des plus longs sittings des familles des résidents d'Ashraf dans notre ville et les avons soutenus au nom des conventions de Genève. شهادت 7 مجاهد آزادی که الان در روبروی ما تصاویر اونها هست و مجروح شدن بیش از 100 نفر در اثر حمله رژیم آخوندی به لیبرتی اشک‌های بسیاری از چشمان هموطنان ما در داخل و خارج ایران جاری کرد. اما فراتر از آن عزمها را محکمتر ساخت و وجدانها را برانگیخت. در صحنه سیاسی این حمله گویای بنبست آخوندها در دوران سرنگونیان هاست و چنان که مسعود گفت دشمن زبون و ضد بشر بیشتر و سرختر از این نمیتوانست ورود به مرحله سرنگونی و ترس و وحشت خود را از مجاهدین و ارتش آزادی آن هم همزمان با قیام توده های مردم عراق علیه ارتجاع و استبداد گواهی کند. بیخانمانسازی مجاهدان اشرف طرحی بود که فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دیکتاتوری عراق دیکته کرده بود و متاسفانه نماینده ویژه دبیرکل همین مأموریت را پذیرفت. او در ارتباط تنگاتنگ با سفیر رژیم ایران در بغداد و مقام‌های رژیم در تهران این پروژه را پیش برد. او این مأموریت را با 3 دروغ بزرگ به انجام رساند. یکی، انطباق دروغین لیبرتی با استانداردهای انسان دوستانه. دیگری، وعده انتقال سریع به کشورهای ثالث. و سومی، امنیت در لیبرتی. او از ابتدا می‌دانست که هیچ یک از این 3 وعده واقعیت ندارد. به همین دلیل من از اینجا از دبیر کل ملل متحد می‌خواهم که سریعاً یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد تا همه دست‌های آغشته به خون برملا شود و من همچنین شورای حقوق بشر را که همکنون اجلاس آن در جریان است به تشکیل یک کمیسیون تحقیق فرا می‌خوانم. بنابراین تأکید می‌کنم اعلام پناهندگی جمعی مجاهدین در لیبرتی و اشرف یک اقدام بازدارنده در برابر حملات بعدی است و ضروری است. همچنین بازگشت سریع مجاهدان به اشرف راه حل جدی برای ناامنی در لیبرتی است. واقعیت این است که
ناامنی در لیبرتی یک مسئله اضطراری است، مسئله امروز است. بیش از 3000 نفر در آنجا توسط نیروهای محاصره شده اند که قبلا 2 بار دست به قتل عامشان زدند و این بار هم در حمله موشکی به آنها دست داشتند. آنها در بنگال‌هایی به سر میبرند که با هر شلیکی تبدیل به ترکش می شود. هیچ پناهگاهی ندارند، هیچ حفاظتی ندارند و دولت عراق حتی از مجهز شدن این افراد به کلاهخود و یا جلیقه‌های حفاظتی شهری جلوگیری کرده است. در یک کلام همه چیز در آنجا برای یک فاجعه آرایش یافته است. همین 3 روز پیش نیروی قدس سپاه پاسداران از زبان سردمدار یک گروه وابسته به خودش به نام جیش المختار اعلام کرد که ما در آینده نزدیک دوباره به مجاهدین حمله می‌کنیم. بنابراین حفاظت و امنیت فوری ساکنان ایجاب می‌کند که آمریکا که در قبال حفاظت آنها مسئولیت دارد یا به سرعت همه را به این کشور منتقل کند و اگر این عملی نیست همه آنها سریعاً باید به اشرف بازگردند.